نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست ستاره سکوت امروز رو با کتابی زیبا و بسیار کاربردی شروع می‌کنیم. قدرت شروع ناقص، نویسنده جیمز کلیر و انتشارات ملیکان این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب بسیار کتاب جالبی هست در زمینه کمک به افرادی که دچار کمالگرایی بیش از حد هستن که مطالبی رو آورده که دچار اهمال کاری میشن و کاری رو شروع نمی‌کنن یا منتظر شرایط بهتر هستن برای شروع کار. خیلی خیلی به درد بخور هستش. لطفاً با من همراه باشید که بدون هیچ گونه مقدمه و حرف اضافه‌ای این کتاب رو با هم دیگه کشفش کنیم. من خلاصه از این کتاب رو برای شما میخونم. ابتدا گوشه هایی از فهرست این کتاب رو براتون میخونم و سپس با هم کتاب رو ورق میزنیم. کتاب قدرت شروع ناقص، قانون 2080، 5 گام برای داشتن مغزی خلاق‌تر. اثر دومینو چیست؟ قواعد اثر دومینو، سرعت به پایان رساندن کارها، روش برنامه‌ریزی IVD، افسانه چند وظیفگی، چگونه نیروهای استکاکی بازدارنده را کاهش دهید، راهبرد 2 لیست وارن بافت، قوانین نیوتن برای انجام کارها، تنها روش بهره‌وری که به آن نیاز دارید، جعبه آیزنهاور، چگونه کارها را پشت گوش نیندازیم، 8 راه مفید برای بهره‌وری از صبح، افزایش سرعت متوسط با روش ارتقای عادت، چطور بهتر تمرکز کنید، 3 روش کاربردی در مدیریت زمان، 5 درباره اشتباه کردن، باورهای معمولی که از آنها درک اشتباهی داریم، چرا حقایق نظرمان را تغییر نمی‌دهند و نتیجه گیری. ما برای انجام کارها و اهداف مهم خود معمولاً دچار ترس و اضطراب خواهیم شد. گاهی ممکن است به بهانه مناسب نبودن شرایط و لوازم اصلا شروع نکنیم. گاهی ممکن است برای اینکه شروع نکنیم به دنبال انجام کارهایی باشیم که در آن روز و آن لحظه اصلا مهم و قابل اهمیت نباشد. مثلا فرد به جای پرداختن به کار مهم مشغول مرتب کردن خانه که اتفاقا خیلی هم نامرتب نیست بپردازد، یا برای خرید مواد غذایی و دیگر وسایل غیر ضروری وقت صرف کند، یا فردی که امکانات میز کارش را بهانه می کند که کار اصلی را به تأخیر بیاندازد. در این خصوص جیمز کلیر کتاب قدرت شروع ناقص را برای بهتر انجام دادن کارها نوشت. وقتی هدفی داشته باشید، یافتن کسی که قبلا به آن هدف دست یافته باشد و مهندسی معکوس راهبرد او کار ساده است. این کارگاهی بسیار مفید است. چیزی که امروز برای افراد موفق بهینه است، لزوما همان چیزی نیست که شما هم برای شروع به آن نیاز دارید. بین این دو تفاوت وجود دارد. همین که فکر کنید باید بیشتر یاد بگیرید یا قبل از شروع همه چیز را ردیف کنید، اغلب ممکن است مانع بزرگی شود و شما را از انجام کارهای واقعا مهم باز دارد. اجازه ندهید رویای بهینگی و ایدئالگرایی شما مانع برداشتن اولین گام شود. شروع ناقص را همیشه میتوان بهبود داد، وسواس داشتن درباره بهترین یا کاملترین برنامه هرگز به خودی خود شما را به جایی نمیرساند. اگر از خودتان بیشتر توقع داشته باشید، به سختی میتوانید شروع کنید. قانون 2080. قانون 2080 بیان می‌کند که در هر حوزه خاص تعداد کمی از عوامل بخش عمده نتایج را به بار می‌آورند. مثلا 80% زمین‌های ایتالیا به 20% مردم تعلق دارد، یا فقط 20% تیم‌ها در 75% مسابقات قهرمانی NBA برنده می‌شوند. ضرورتی ندارد حتما مجموع 2 عدد 100 شود. نکته اصلی این است که بخش کوچکی از عوامل بخش عمده نتایج را ایجاد می‌کند.
قانون 2080 طبق اثر بخشی کار درست انجام دادن کنونی شما پیشنهاد ارائه می کند. در این قانون برترین ارزش همان چیزی است که بر اساس مهارت‌های پیشین و فرصت‌های کنونی شما محاسبه می شود. قانون 2080 کمک می کند با یافتن چیزهای مفید در گذشته‌تان در آینده از آنها بیشتر بهره‌مند شوید. بنابراین اگر نمی‌خواهید آینده‌تان در ادامه بهره برداری هرچه بیشتر از گذشته‌تان باشد، به رویکرد متفاوتی نیاز خواهید داشت. عیب اثر بخشی آن است که به جای آینده بر بهینه‌سازی گذشته تمرکز می‌کند. 5 گام برای داشتن مغزی خلاق‌تر. در ابتدا به یاد داشته باشید که تفکر خلاقانه مهمترین مهارت ممکن برای هر کسی است. تقریباً برای هر مشکلی در کار یا زندگی خود می توانید از راهکارهای نوآورانه، تفکر جانبی و ایده های خلاق کمک بگیرید. هر کسی می تواند با استفاده از این 5 گام یاد بگیرد چگونه خلاق شود. 1. جمع‌آوری اطلاعات. 2. موشکافی اطلاعات. 3. فاصله گرفتن از مشکل. 4. تجلی ایده. 5. اصلاح و پختن ایده. اثر دومینو چیست؟ اثر دومینو بیانگر آن است که با تغییر یک رفتار تأثیر آن به صورت زنجیره‌ای از بازخوردها سایر رفتارهای مرتبط را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد، یا به عبارت دیگر عادتی خاص عادت دیگر را در پی دارد و این همان اثر دومینو است. اثر دومینو صرفاً سبب سلسله‌ای از رفتارهای جدید نمی شود، بلکه حتی تصور ذهنی ما را از خودمان تغییر می دهد. با افتادن هر قطعه دومینو پنداشت شما از خودتان تغییر می کند و بر مبنای هویت جدید عادتهای جدیدی خلق می کنید. قواعد اثر دومینو: 1. از چیزهایی شروع کنید که بیشترین انگیزه را برای انجام آن دارید. از رفتارهای کوچک شروع کنید و بر آنها مداومت کنید. 2. آهسته پیوسته پیشروی کنید و بلافاصله بعد از اتمام یک فعالیت به فعالیت انگیزه بخش بعدی بپردازید. 3. هر وقت شک کردید کارها را به کارهای کوچکتر بشکنید. سعی کنید کارها را تا حد امکان کوچک کنید که بتوانید راحت آنها را مدیریت کنید. روی یک رفتار پرهیجان تمرکز و جلوی راهش را باز کنید تا در زندگیتان سرازیر شود. سرعت به پایان رساندن کارها. آنتونی ترور نویسنده و نمایشنویسی بود که برای نوشتن کتاب‌هایش از قانون 15 دقیقه استفاده کرد. او تصمیم گرفت که هر 15 دقیقه تعداد 250 کلمه را برای کتابش نوشته باشد. بنابراین او موفقیت کارش را هر بار در 15 دقیقه به دست می‌آورد و لازم نبود برای به دست آوردن موفقیت 3 ماه برای تمام شدن کتاب یا 3 روز برای تمام شدن یک فصل آن صبر کند. او در هر 15 دقیقه می‌توانست میزان پیشرفتش را اندازه‌گیری نماید. بازه‌های 15 دقیقه‌ای معیار خوبی برای سنجش پیشرفت ترور بودند، زیرا او در خلال انجام فعالیت‌های بزرگ می‌توانست حس تمام شدن زود هنگام کارش را تجربه کند. بدین ترتیب او هم سود بلند مدت انجام مهمترین کار را می‌برد و هم پاداش اتمام سریع بازه‌های زمانی کوتاه را می‌گرفت. برای دراز مدت کار کنید ولی پیشرفت خود را کوتاه مدت بسنجید. روش برنامه‌ریزی آیوی لی تاجری خودساخته بود و برنامه روزانه او بدین ترتیب بود: 1. در پایان هر روز کاری 6 فعالیت مهم فردا را یادداشت کنید. بیشتر از 6 تا ننویسید. آن 6 کار را بر حسب اولویت واقعیشان مرتب کنید. 2. با آمدن فردا بر اولین فعالیت لیست تمرکز کنید. آنقدر کار کنید که این فعالیت تمام شود. تا این فعالیت را تمام نکرده اید فعالیت بعدی را شروع نکنید. 3. همین روال را برای بقیه فعالیت‌ها تکرار کنید. در پایان روز فعالیت‌های ناتمام
ناتمام را به لیست جدید روز بعد منتقل کنید. 4. این فرایند را در هر روز کاری تکرار کنید. روش آیویلی در عین ساده بودن بسیار کارآمد است، زیرا شما به موارد ضروری رسیدگی می‌کنید. آسان است و راحت می‌توانید به کار ببندید. وادارتان می‌کند تصمیم‌های سخت بگیرید. سختی شروع را از بین می‌برد و وادارتان می‌کند در هر لحظه فقط یک کار انجام دهید. مهمترین فعالیت هر روز را در ابتدای آن روز انجام دهید. افسانه چند وظیفگی. اگر مغز بدون از همگسیختگی و شاخه به شاخه پریدن می‌توانست از کاری به کار دیگر منتقل شود، مشکلی نبود. ولی مشکل اینجاست که نمی‌تواند چند وظیفگی باعث می‌شود هر بار که از شاخه‌ای به شاخه دیگر می‌پرید، تاوان فکری آن را بدهید. در روانشناسی به این غرامت ذهنی هزینه سویچینگ گفته می‌شود. هزینه سویچینگ وقفه‌ای در عملکرد مغز است که آن را هنگام معطوف کردن توجه از یک فعالیت به فعالیت دیگر تجربه می‌کنیم. مردم امروزه تصور می‌کنند مشغولیت به همه چیز بهتر از عالی بودن در یک کار به خصوص است و همین موضوع باعث عدم پیشرفت آنها می‌شود. برای رهایی از چند وظیفگی بهتر است که به یاد داشته باشید انجام کارهای بیشتر سبب نتایج سریعتر و بهتر نمی‌شود. انجام فعالیت‌های بهتر است که به نتایج بهتر می‌انجامد. لازمه تسلط یافتن تمرکز و استمرار است. گام بعدی نگفتن به مشغولیت‌ها میباشد. نگفتن به هر چیزی که آنها را از تنها اولویت زندگیتان باز می‌دارد. اگر به چیزی متعهد نباشید، همه چیز مایه حواس پرتی شما خواهد بود. چگونه نیروهای استکاکی بازدارنده را کاهش دهید؟ وقتی می‌خواهید کاری را با بیشترین ظرفیت و به بهترین نحو انجام دهید، باید آگاهانه و حساب شده برخی از کارهای اضطراری را که می‌توانید به تعویق بیاندازید برای لحظاتی کنار بگذارید. برای این کار لازم است که 1. انرژیتان را مدیریت کنید، نه زمانتان را. 2. هیچگاه قبل از ظهر ایمیلتان را بازبینی نکنید. 3. گوشیتان را در اتاق دیگری بگذارید. 4. در حالت تمام صفحه کار کنید. 5. همه فعالیت‌های برهم زننده حواس را از صبح خود حذف کنید. ابتدا کار خلاقانه را انجام دهید و سپس کار منفعلانه را. راهبرد 2 لیست وارن بافت. وارن بافت یکی از ثروتمندترین افراد جهان است. او موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن 20 است. موفقیت بافت نشان دهنده درک خوب او از مدیریت زمان است. راهبرد بافت دارای 3 مرحله است. 1. بافت از فلینت یا دوست خلبان خود خواست 25 هدف مهم شغلی خود را بنویسد. شما نیز می توانید این تمرین را برای اهدافتان در بازه زمانی کوتاه انجام دهید. 2. سپس بافت از فلینت خواست لیستش را بررسی کند و دور 5 هدف مهمتر را خط بکشد. 3. اکنون فلینت دو لیست داشت. فلینت قصد داشت این 5 کار را به زودی انجام دهد. اینجا بود که بافت درباره لیست دوم از او پرسید که تکلیف لیست دوم چه می شود؟ فلینت پاسخ داد: راستش تمرکز من بر این 5 هدف است و بد نیست گاهی به این لیست نگاهی بیاندازم. بافت در پاسخ گفت: نه مایک، اشتباه میکنی. هر چیزی که دورش را خط نکشیدی یعنی نباید سراغش بروی. تا 5 هدف اصلیت به سرانجام نرسیده است. مهم نیست که آنها چه هستند. قدرت حذف کردن یکی از مهمترین کارهایی است که ما باید انجام دهیم. پرهیز از کارهای ظاهراً عقلانی ولی کمبازده دشوار است. هر رفتاری هزینه دارد، حتی رفتارهای عادی هم عادی نیستند. پس بی‌رحمانه قل و غم کنید. خطرناکترین عوامل حواس پرتی آنهایی‌اند که شما عاشقشان هستید ولی آنها عاشقتان نیستند. قوانین نیوتن برای انجام کارها. قانون اول، بهره‌وری نیوتن. اجسام چه در حال سکون و چه با سرعت ثابت در حال حرکت به همان حالت باقی می‌مانند.
مگر اینکه بر اثر نیروی خارجی به تغییر حالت مجبور شوند. به تعویق انداختن کارها گویی قانون اساسی این عالم است. این یعنی راهی برای شروع پیدا کنید. همین که شروع کنید ادامه مسیر برایتان هموار می شود. قانون دوم بهره‌وری نیوتن. F برابر با ma. برآیند نیروهای وارد به یک جسم برابر است با جرم جسم ضرب در شتاب آن، یعنی نیرو مساوی است با جرم ضرب در شتاب. اگر می‌خواهید بهره‌وری خود را افزایش دهید، صرفاً به حجم کار توجه نکنید، بلکه راستا و جهت انجام آن را هم در نظر بگیرید. شما فقط مقدار مشخصی نیرو برای انجام دادن کارهایتان در اختیار دارید و جایی که این نیروها را وادار می‌کنید به اندازه زحمتی که می‌کشید اهمیت دارد. قانون سوم بهره‌وری نیوتن. هنگامی که جسمی به جسم دیگر نیرو وارد می‌کند، جسم دوم نیز همزمان نیرویی برابر ولی خلاف جهت آن وارد می‌کند. همه ما سرعت متوسطی برای پیش بردن اهداف زندگیمان در اختیار داریم. سطح کارایی و بهره‌وری ما اغلب از توازن نیروهای مولد، تمرکز مثبت اندیشی و غیر مولد، استرس، کمبود خواب و تلاش برای انجام چند کار همزمان در زندگی نشأت می‌گیرد که به نیروهای برابر و مخالف نیوتن بسیار شبیه است. با توجه به قانون سوم دو انتخاب دارید. انتخاب اول افزایش حجم نیروهای مولد است. با افزایش سطح نیروهای مولد اثرگذاری نیروهای غیر مولد را کاهش دهید و بر آنها غلبه کنید. انتخاب دوم حذف نیروهای مخالف است. زندگیتان را ساده‌تر کنید. تعداد مسئولیت‌هایتان را کاهش دهید و نیروهایی که شما را در زندگی عقب رانده‌اند حذف کنید. تنها روش بهره‌وری که به آن نیاز دارید، با انجام دادن مهمترین کارتان در ابتدای صبح پیشرفتی خیره کننده داشته باشید. اگر مهمترین کارتان را در ابتدای روز انجام دهید، همیشه مطمئنید کار مهمی انجام دادید، زیرا عزم و اراده در ابتدای روز بیشتر است. این یعنی می توانید از حداکثر سطح انرژی و تلاشتان برای انجام مهمترین کار استفاده کنید. بنا به تجربه، هرچه روز جلوتر می رود، احتمال به هم ریختن برنامه با فعالیت‌های ثانویه بیشتر می شود و در چنین شرایطی به ندرت می شود به برنامه پایبند ماند. انجام مهمترین فعالیت در ابتدای روز مانع وقوع این اتفاق می شود. در نظر داشته باشید که ذهن انسان از پروژه‌های نیمه تمام بیزار است. کار نیمه تمام تنش و استرس ایجاد می کند. مهمترین فعالیت‌ها در زندگی ما آنهایی‌اند که امیدها، رویاها، خلاقیت‌ها و کسب و کار ما را پیش می‌برند. جعبه آیزنهاور. راهبرد آیزنهاور به سادگی فعالیت‌های ما را ساماندهی می‌کند. طبق این ماتریس فعالیت‌ها به 4 دسته تقسیم می‌شوند. 1. فوری و مهم. فعالیت‌هایی که بلافاصله انجام می‌دهید. 2. غیر فوری و مهم. فعالیت‌هایی که برای انجامشان در آینده برنامه‌ریزی می‌کنید. 3. فوری و غیر مهم. فعالیت‌هایی که به دیگران واگذار می‌کنید. و 4. نه فوری نه مهم. فعالیت‌هایی که حذفشان می‌کنید. سریع‌ترین راه برای انجام دادن یک فعالیت آن است که انجام ندهید. چگونه کارها را پشت گوش نیندازیم؟ در ابتدا تصمیم‌های تکراری اراده را ضعیف می‌کنند. حتی تصمیم‌های ناچیزی مثل بازبینی کردن یا نکردن ایمیل یا بخور و نخورهای رژیم غذایی که مدام شما را سر دوراهی قرار می‌دهند، شاید در ابتدا شما 5 دقیقه، 1 ساعت یا حتی 1 هفته تحمل کنید، ولی در نهایت اراده شما ضعیف می‌شود و تسلیم خواهید شد. این اتفاق به خستگی تصمیم معروف است و بر اراده و تصمیم‌های روزانه ما تأثیر چشمگیری دارد. محدودیت‌ها مفیدند. با حذف تصمیم‌هایی که مدام جلوی راهتان سبز می‌شود، پایبندی به عادت‌های خوب آسان می‌شود. وقتی موقع تصمیم‌گیری با انتخاب‌های زیادی روبرو می‌شوید، به سختی می‌توانید درست انتخاب کنید یا اصلاً انتخاب کنید. این همان چیزی است که به آن پارادوکس انتخاب می‌گویند. بیاد داشته باشید که محدودیت خوب است.
گاهی تنها چیز لازم تونلی است که ما را به حرکت در مسیری مشخص محدود کند. 8 راه مفید برای بهره‌وری از صبح. 1. انرژیتان را مدیریت کنید، نه زمانتان را. مثلا انرژی خلاقانه من صبحها بسیار بیشتر است، بنابراین این وقت از روز را برای نوشتن انتخاب می کنم. 2. از شب قبل خود را برای فردا آماده کنید. شبها وقت بگذارید و لیست کارهای فردا را آماده کنید. این کار فقط 10 دقیقه زمان میبرد، ولی روز بعد 3 ساعت در وقتم صرفه‌جویی می کند. 3. تا ظهر ایمیل و اینستا را باز نکنید. ساده به نظر می رسد، ولی کسی به آن عمل نمی کند. هیچ کس خبر مهمی را از طریق پیام به شما اطلاع نمی دهد. 4. گوشیتان را خاموش کنید و در اتاق دیگری بگذارید یا لااقل جلوی چشمتان نباشد. در این صورت وسوسه نمی‌شوید که پیام‌هایتان را چک کنید. 5. جای خنک کار کنید. کم کردن دما یا رفتن به جای خنک‌تر راهی ساده برای ایجاد تمرکز ذهنی است. 5. 6. بنشینید یا برخیزید. ذهن شما برای کارکرد درست به اکسیژن نیاز دارد. ریه‌ها برای اکسیژن رسانی و اعضای بدن به انبساط و انقباض محتاجند. وقتی نشسته‌اید قوز می‌کنید و این عمل اتفاق نمی‌افتد. 7. غذا را به چشم پاداش سخت‌کوشی‌تان ببینید. 8. روزتان را با پیش برنامه آغاز کنید. من روزم را با نوشیدن آب شروع می‌کنم. بعضی‌ها با 10 دقیقه مدیتیشن شروع می‌کنند. این روال ساده به مغزتان سیگنال می‌دهد که وقتش است وارد حالت کار شوید. علاوه بر این پیش برنامه راهی برای غلبه بر بی‌انگیزگی هاست. همین تصمیم های ساده تکراری است که زندگی، سلامتی و شغل ما را می سازد. افزایش سرعت متوسط با روش ارتقای عادت. با سرعت متوسط زمان زیادی لازم نیست که به نتایج خارق‌العاده برسید. داشتن استمرار مهمتر از سرعت بالاست. بهبود عادت میگوید که با در نظر گرفتن اهداف و سرعت متوسط کنونی به این فکر کنید که چطور می توانید با اندکی تغییر در آهنگ این حرکت مستمر بازده و خروجی کارتان را افزایش دهید. مثلا می توانم با پیروی از این روش به جای معین کردن انتشار 2 مقاله در روزهای مشخص روزی 1000 کلمه بنویسم. با این روش احتمالاً بتوانم هفته‌ای همان 2 مقاله را بنویسم و بتوانم در کنار این برنامه به بقیه فعالیت‌هایم برسم. برای رسیدن به نتایج خیره کننده در سلامتی، کار و زندگیتان تلاش زیادی نیاز نیست. کافی است پیوسته و مستمر حرکت کنید. چطور بهتر تمرکز کنید؟ تا الان شده فعالیتی را انجام دهید که لازم بوده حتما آن را به پایان برسانید؟ چه شد؟ بالاخره آن را اتمام کردید؟ برای پیشرفت در مسیر اهدافتان نیازی نیست یاد بگیرید چطور بهتر تمرکز کنید. باید یاد بگیرید چطور فعالیت مشخصی را انتخاب کنید و به انجام آن پایبند بمانید. باید چیزی را انتخاب کنید و چهارچشمی همان را بپایید. نباید همه کارها را با هم انجام دهید. فقط یک کار وجود دارد که همین الان باید انجام دهید. 3 روش کاربردی در مدیریت زمان. در زندگی کارهای مهم و کارهای فوری اغلب با هم تفاوت آشکاری دارند. چطور از 24 ساعت شبانه روز مؤثرتر استفاده کنید؟ برای پاسخ به این سوال به 3 ترفند زیر توجه کنید. 1. کارهای نیمه تمام را به هر قیمتی حذف کنید. 2. مهمترین کار را قبل از همه کارهای دیگر انجام دهید. 3. مقیاس هدف را کوچک کنید ولی به برنامه پایبند بمانید. چرا شروع کردن از موفق شدن مهمتر است؟ مسیر رسیدن به تعالی درس‌های بیشتر از رسیدن به خود تعالی دارد. آیا سختی راه‌اندازی کسب و کار جدید را به جان می‌خرید؟ آیا به اندازه‌ای مشتاقید که کارتان را در شرایطی که از تولید محصولات بی‌کیفیت به تنگ آمده‌اید بهبود ببخشید؟ همه اینها در یک چیز خلاصه می‌شود: صرف نظر از بهتر شدن یا بدتر شدن اوضاع. آیا مایلید شروع کنید؟ میل به شروع یا خواستن کوچکترین چیز در زندگی است که بزرگترین تفاوت‌ها را ایجاد می‌کند. اول شدن را کنار بگذارید
بیشتر اوقات اهمیت ارزشی که ایجاد می‌کنید به اندازه تلاش برای رسیدن به آن نیست، مخصوصاً وقتی در آغاز راه هستید. شهامت آغاز کردن از رسیدن به موفقیت مهمتر است، زیرا افرادی که مدام کارها را شروع می‌کنند همانهایی هستند که کارها را تا آخر نیز انجام می‌دهند و تمام می‌کنند. برای دستیابی به زندگی سالم هرچه فکر می‌کنم مهارتی مهمتر از میل به شروع به ذهنم نمی‌رسد. آغاز کنید. زندگی صحنه تمرین نیست. 5 راه غلبه بر خستگی تصمیم‌گیری. تصمیم‌های کوچک روزانه تأثیر شگرفی بر قدرت اراده شما برای تصمیم‌گیری‌های مهم دارند. از همه مهمتر مشخص شده است که تصمیم‌گیری‌های کوچک می‌توانند به شما کمک کنند بر قدرت اراده‌تان تسلط یابید و به صورت منسجم تصمیم‌های بهتری بگیرید. درست همانند ماهیچه‌هایتان که بعد از چندین تمرین ورزشی خسته می‌شوند. قدرت اراده‌تان نیز با تصمیم‌گیری‌های مکرر کم می‌شود. به این پدیده اصطلاحاً خستگی تصمیم‌گیری می‌گویند. برای حل این مشکل: 1. هر شب تصمیم‌های روز بعد را برنامه‌ریزی کنید. 2. مهمترین کارها را اول انجام دهید. 3. تصمیم‌گیری را کنار بگذارید، تعهد دادن را آغاز کنید. 4. اگر مجبوری در ادامه روز تصمیم‌های خوبی بگیرید، اول چیزی بخورید. 5. ساده سازی کنید. به دنبال راه‌هایی برای ساده کردن زندگیتان باشید. قدرت اراده یکی از حوزه‌های زندگی است که قطعاً می‌توانید خروجی‌تان را در آن بهتر کنید اگر تعداد ورودی‌تان را کم کنید. 5 درباره اشتباه کردن. اشتباه کردن آنطور که فکر می‌کنید بد نیست. من اشتباهات زیادی مرتکب شدم و از تجاربم 5 درس مهم گرفتم. 1. انتخاب‌هایی که بعدها مشخص می‌شود ظاهراً ضعیف بودند، نشانه رشدند و با هوش یا میزان ارزشمندی ما ارتباطی ندارند. 2. با توجه به اینکه اولین انتخابتان احتمالاً غلط است، بهترین کاری که می‌توانید انجام دهید این است که شروع کنید. 3. موضوعاتی را که خیلی بزرگند و نظارت بر آنها سخت است، به وظایف کوچکتری تقسیم کنید که بشود بر آنها نظارت کرد. 4. زمانی می‌توانید به حس غریزی‌تان اعتماد کنید که دانش و تجربه لازم را برای دفاع از آن داشته باشید. 5. این حقیقت که شکست اتفاق خواهد افتاد بهانه نیست برای اینکه منتظر شکست باشید. از قضاوت کردن خود دست بردارید و رشد کردن را شروع کنید. باورهای معمولی که از آنها درک اشتباهی داریم. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود پرمشغله بودن. چیزی که دست کم گرفته می شود هر دفعه انجام دادن یک کار. در حرکت بودن با اقدام و عمل کردن متفاوت است. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود پرهیز از انتقاد. چیزی که دست کم گرفته می شود به اشتراک گذاشتن ایده های ناب. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود آزادی نامحدود. چیزی که دست کم گرفته می شود محدودیت هایی که به دقت طراحی شده‌اند. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود مدارج تحصیلی، مدرک ها و گواهینامه. چیزی که دست کم گرفته می شود شجاعت و خلاقیت. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود با انگیزه شدن. چیزی که دست کم گرفته می شود تغییر محیط. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود تماشا کردن اخبار. چیزی که دست کم گرفته می شود خواندن کتاب‌های قدیمی. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود کشف چیز جدید. چیزی که دست کم گرفته می شود تسلط بر اصول. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود رهبر بودن. چیزی که دست کم گرفته می شود هم‌تیمی بهتر بودن. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود موفقیت. چیزی که دست کم گرفته می شود بهتر شدن. چیزی که درباره اهمیتش مبالغه می شود ورزش کردن تا حد از پا درآمدن. چیزی که دست کم گرفته می شود رها نکردن تمرینات. بهتر از هر روز کمی پیشرفت کنید. کارهایی انجام دهید که می توانید ادامهشان دهید. در دنیای ناقص چطور تصمیم بگیرید؟
با توجه به اینکه هیچ نگاه واحدی به جهان در همه شرایط درست نیست، برای تصمیم گیری چه گام‌هایی می‌توانیم برداریم؟ یک رویکرد این است که مجموعه‌ای وسیع از چارچوب‌ها برای تفکر درباره جهان بسازیم. بعضی از کارشناسان به هر چارچوب مدل ذهنی می‌گویند. هر مدل ذهنی یک روش تفکر درباره جهان است. در ادامه 3 روش تفکر درباره بازدهی آمده است. 1. قانون 2 دقیقه‌ای. اگر کاری کمتر از 2 دقیقه طول می‌کشد، همین الان انجامش دهید. هدف قانون فوق این است که کمک کند کارها را به تعویق نیندازید و دست به کار بشوید. 2. روش آیویلی. 6 تا از مهمترین کارهایی را که فردا باید انجام دهید بنویسید. فهرست وظایفی بسازید و موارد را اولویت بندی و به ترتیب روی آنها کار کنید. هدف روش فوق این است که به شما کمک کند اول مهمترین کارها را انجام دهید. 3. راهبرد ساینفیلد. عادتی جدید انتخاب کنید و هر روزی که به آن پایبندید و آن را انجام می دهید یک ایکس بزرگ در تقویم بکشید. هدف روش فوق این است که به شما کمک کند ثبات قدمتان را حفظ کنید و رشته یک رفتار خوب از هم گسسته نشود. در جهان از چنین نعمتی بهره‌مند نیستیم که قبل از اقدام منتظر بمانیم راه حل کاملی پیدا شود. چرا حقایق نظرمان را تغییر نمی‌دهند؟ سخت‌ترین موضوعات را می‌شود به کندذهن‌ترین افراد توضیح داد. اگر از قبل ایده‌ای درباره آن موضوع نساخته باشد، اما حتی ساده‌ترین موضوعات را نمی‌شود به باهوش‌ترین افراد توضیح داد اگر خودش را قاطعانه قانع کرده باشد چیزی را که در مقابلش قرار دارد بدون اندکی شک و شبهه می‌داند. انسان‌ها به دیدگاهی نسبتاً صحیح به جهان نیاز دارند که زنده بمانند. اگر مدلتان از حقیقت با جهان واقعی تفاوت زیادی داشته باشد، هر روز تقلا می‌کنید، اقداماتی مؤثر انجام دهید. فهم حقیقت شرایط مهم است، اما جزء قبیله بودن هم اهمیت دارد. ما انسان‌ها همگی در طول زندگی مجموعه‌ای از باورها را در درون خود داریم که توسط اتفاقات زندگی در ما شکل می‌گیرند. باورها به 2 دسته سازنده و مخرب تقسیم می‌شوند. ما همیشه به این دلیل که چیزی درست است به آن باور نداریم. گاهی به چیزهایی باور داریم که ما را در برابر افرادی که به آنها اهمیت می‌دهیم خوب جلوه می‌دهد. باورهای غلط یا مخرب ممکن است از نظر اجتماعی مفید باشند، حتی اگر از حیث حقیقت امر سودمند نباشند. در نظر داشته باشید افرادی که بیشتر احتمال دارد نظرمان را تغییر دهند همان کسانی اند که با آنها در 98% از موضوعات موافقیم. برای تغییر باورها معمولاً کتاب‌ها ابزارهای بهتری اند تا بحث و گفتگو. کتاب خواندن مثل این است که بذر ایده‌ای را آرام در ذهن او بکارید و اجازه دهید خودش رشد کند. پس برای تغییر در نظر نوع تفکر و یا ایده‌هایتان بهتر از روی باورهای خود کار انجام دهید. مطالعه مقاله چگونه باورهای منفی را تغییر دهیم را به شما توصیه می‌کنیم. تمام زندگی انسان را باورهایش می‌سازد. اما نتیجه گیری آخر از این کتاب در این خلاصه کوتاه قصد داشتیم که شما را به برخی از مطالب مهم کتاب قدرت شروع ناقص آشنا کنیم. کتاب‌ها مهمترین دوست‌های ما در تمام زندگیمان هستند و برای همین لازم است که کتاب خوب بخوانیم. مطالب مفید در تغییر باورهای ما بسیار مؤثرند و با تغییر باورهای ما هدفهای ما هم تغییر خواهند کرد یا راه رسیدن به هدفهایمان بهتر خواهد شد. همین باور مخرب کامل بودن در بسیاری از مراحل زندگی ما مانع از حرکت کردن ما می شود. باورهای سازنده بسازید و آنها را با تکرار تقویت کنید. موفق و شاد باشید. خب دیگه وایس به من اجازه نمیده که بیشتر بخونم و من سعی کردم که اکثر این خلاصه کوتاه رو برای شما بتونم بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.